خیلی خوشحال هستیم دوستان ارجمند بیننده های ذکی تلویزیون فرهنگی سفینه که با تهیه نشر نوبتی برنامه زنده سرای دیده به دیدار گرم شما رسیدیم و اینک مهمان ما هستند هنرمند خیلی جوان، یک گل دخترک زیبا، دانشجوی کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام استاد طلبخواجه ستارov پرویناز اقنظر و شما را خیر مقدم میگویم. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید. با شما نیز تشکر و اهل هنرمندان به خاطر آمدن به برنامه. خب شما امکان دارد که سلام و پیام خویش را به نزدیکان و پیوندان، به حق و همسایه ها، به مخلصانتان برسانید. سلام خودم رو به مردم تاجیکستان که ما سراینده ها، ما هنرمندا همه وقت در جستجوی سرودها هستیم، در جستجوی کار نو هستیم و سلامت باشین که ما رو به اینجا دعوت نمودیم. تشکر، سپاسی به اندازه. خب پرویناز، با گمانم درک کردید که برنامه زنده سرایی است. بله. هنرمندان صرف باید زنده سرایی کنند، زیرا که این البته با طلب و با خواهش مخلصان است که فلانی از هنرمندان را دعوت کنید تا ما ببینیم که از عهده مثلا زنده سرایی می برایند و یا نه. و این نوبت در برنامه پرویناز مهمان ما هست که با باور گفتم میتونم تابع ما و بیننده عزیز و مخلصانش را شاد میگرداند. نخست چون هر وقت دوستان شروع میکنیم با یک ترانه برنامه را. زندگیم هستیم، هم خانمان مادرم، نبض دل در هر نفس در جسم و جانم مادرم. چشم بگشاده شنیدم الله ها و شعر تو، آنچه گفته از اول حرف زبانم مادرم. چشم بگشاده شنیدم الله ها و شعر تو، آنچه گفته از اول حرف زبانم مادرم. گفتی مانی مادر وطن خود یک بود، مانی و سرسبزی ملک و مکانم مادرم. چون بگفتی مانی مادر وطن خود یک بود، مانی و سرسبزی ملک و مکانم مادرم. تا تو هستی رزق و فیضی خاندانم زم شود، لحظه گر نیستی به تو خزانم مادرم. تا تو هستی رزق و فیضی خاندانم زم شود، لحظه گر نیستی به تو خزانم مادرم. خانم را هستیت روشن کندم چون چراغ، لطف و لبخندی تو زیبی آشیانم مادرم. خانم را هستیت روشن کندم چون چراغ، لطف و لبخندی تو زیبی آشیانم مادرم.
نهانی وصف مادر گفته است از صدق دل قوه دل نیرو تا بتوانم مادرم چون نهانی وصف مادر گفته است از صدق دل قوه دل نیرو تا بتوانم مادرم زندگیم هستیم هم خانمان مادرم نبض دل در هر نفس در جسم و جانم مادرم نبض دل در هر نفس در جسم و جانم مادرم نبض دل در هر نفس در جسم و جانم مادرم تشکر. خیلی راحت بخش و واقعا هم سرود با یک مضمون بلند قرائت شده است و ببینید که شما در یک آهنگ زیبا در آوردید که شنونده باور میکنید همون آغوش گرم مادر، همون سیله های دستان بزرگ مادر به خاطر میارد. باور کنید. بسیار سپاس. خیلی راحت برداشتم. تشکر میگم. چون در اول گفتیم که پرویناز هنوز دانشجوی کنسرواتوار ملی تاجیکستان است. کورس چند میخوند و چگونه از درس ها در کدام ژانر در کدام رشته میخوانید؟ در کنسرواتوار ملی من بخش پنجم است و دانش خودم را باز هم ادامه داده ایستادم. درس ها خیلی خوب رفته ایستاده است و خدا را شکر میگویم از این استادان، از این دانشجویانی که در پهلوی شما هستند. در پهلوی ما هستند و با همکاری ما می توانیم باز با طور زنده سرود سراییدن و نواختن. هر یک هنرمند نمی تواند، هر یک مطرب نمی تواند. من با باوری کامل با این دسته جمع. طبع شما همچون یک هنرمندی جوان بیشتر سراییدن سرودهای شوخ را میپذیرد و یا اینکه سرودهایی که چی گویند یک آرامی داشته باشند، سرودهایی که موضوعهای نمیدونم عشق و موضوعهای محبت و دیگر چیزها را در خود جای داشته باشد؟ گپ سری آن می رود که هست محیطی که هست کنسرت ها، هست محفلایی که سرودهای آرام به خود وی می کند، هست کنسرت هایی که رقص و بازی در آنجا. خیلی که به توی مرکز، یعنی در هر دو نوع آماده هستید که سرود بسرایید. خب تشکر زیاد. کی هست از خانواده کسی هنرمند هستند؟ شاید بابایتون، شاید بیبیتون، نمیدونم، شاید از نفرهای دیگر که شما این رشته را انتخاب کردید و صدای خیلی هم فراهم دارید. تشکر زیاد. از این سرودخوانی من از طرف مادرم است، زیرا مادرم اولادشان صنعتکار هستند، بابایم بیبیامون صنعتکار هستند و با دستگیری آن کسا، با تربیه آن نفران من امروز به چنین قله رسیدم. بله. خب یعنی که زنده کننده هنری بابا و ماما و مادر هم میگونم. براتون برار میخوایم، پس ما بیننده رو منتظر نمیکنیم، باز یک ترانه دیگر، زیرا که خوب دیگر جای شنیدن ترانه رسیده است. خواهش میکنم. از من خبر بگیر، هر لحظه قیمت است. از من خبر
خب دوستان ارجمند، با سرودی که در موضوع از من خبر بگیر گمان میکنم که باز از حال همدیگر خبر گرفتید، زیرا که یک صدای بسیار هم شینم و فورم بود و راستی بهای خوب هم دهیم اگر خطا نمیکنیم. تشکر برای سراییدن ترانه، به شما سپاس به خاطر همراهی کردن. و پرویناز، کجای فعالیت میکنید یا نه؟ پس بجز از خواندن. بله. کجا فعالیت میکنید؟ کار فعالیت در اپرا بالت و در تئاتر اپرا و بالتی به نام استاد صدرالدین عینی. بله، باز در انسامبل سپر. در انسامبل سپر. خب با وجود خواندن در دو جا کار کردن هم این خیلی کاری آسان نیست. خب کارها در انسامبل سپر چگونه است؟ پای چی ایجاد هستید؟ خب چی ترانه های نوین در اونجا روی کار آوردید؟ در هر جایی که هنرمند کار میکند همه وقت از ایجادیات نو می شود، از سرودهای نو، آهنگهای نو، همه وقت در کار و ایجادی خود است. بله بله. نوآوری. خب با کدامی از آهنگسازان، با کدامی از صاحب قلمان همکاری داره همچون هنرمند جوان؟ زیرا هنرمند جوان به همکاری، به دستگیری گمان میکنم که به جای رسیدن نمیتواند، زیرا تنها بودن این خوب علاقه انسان را موفق نمیکند. بله، هر یک هنرمند استاد دارد و من استادم بسیار هستند. راستی گپ، من بسیارتر شعرها رو از نهانی، سرودها رو از سرودهایی که پیش بی هم می سراید از اونها رو زنده میکنیم. بله، اونها رو زنده میکنیم و از شاعران بزرگ تاجیکستان که تاجیکستان ما پر از آهنگساز است و پر از شاعران بزرگ دارد، ما همکاری استفاده میکنیم. بله، استفاده. بله. تشکر زیاد. خب در یک جایگی واقعا هم در همبستگی، در دوست داشتن ایجاد، در احترام کردن کلام بزرگان، احترام کردن هنرمندان بزرگسال این هنرمند جوان رو موفق میکنه. خب تشکر زیاد و ما برای شما در این جاده باز برار میخواهیم و باوری داریم که نفری که در همکاری است، در جستجو است، در تکاپو است، زود موفق میگردد و موفقیت شما هم شاید از همین باشد. تشکر. خوب بازم حالا بیننده ها یک ترانه دیگر. ببارد یک شبی باران نیسان، بیا با هم رویم سوی بدخشانه، ندیدی گرز من مهمان نوازی، بیایم بازگشتم ملک ختلان، ملک ختلان. این جای ما، این جای ما خوش آمده، راحتی این جای ما، این جای ما خوش آمده. گل شکفته در جهان، در
جهان گلزار شد، گل شکفته در جهان گلزار شد. باغ ما بوستان ما خوش آمده. باغ ما بوستان ما خوش آمده. تشنه بودم بر جمالان تشنه لب، تشنه بودم بر جمالان تشنه لب، تشنه بر آبی روان خوش آمده. تشنه بر آبی روان خوش آمده. آمده مهمان ما خوش آمده. راحتی اینجای ما خوش آمده. راحتی اینجای ما خوش آمده. راحتی اینجای ما خوش آمده. سلامت باشید. خب تشکر زیاد. گفته باشید که انتخاب در شعر برای شما چگونه است؟ انتخاب در آهنگ برای شما چگونه است؟ چگونه تولید می شود ایجاد شما؟ هر یک باز همون سخنو هستند هنرمند. من خودم رو به نظر میگیرم اول وقتی که شعر رو انتخاب میکنم حتما به اون سرود آهنگ موافق باید شود که خب توجه میکنید که شعر بلند مضمون باشد بیانه؟ بله بلند مضمون باشد. البته این مهم است و شما میدونید که وقتی که اگر شعر مضمونی بلند داشته باشد عمرش دراز است. بله. زود به قلب شنونده جا مییابد. خب تشکر زیاد. یعنی که نخست از قدمهاتون همین گونه است که شعر بلند سرایت آهنگ خوب داشته باشد تا ماندگار باشد هنر شما. بله. خب تشکر زیاد. چی تصمیم های نوین دارید همچون یک بانوی هنرمند جوان؟ تصمیم نوی من در مدت 2 روزه که با این دسته جمعی که ما جمع کردیم با این استادان بهترین، دانشجویان بهترین، میخواهم که انمین زنده سرودهای نو، سرودهای بهترین رو به طور زنده به مردم تاجیکستان و سرودهایی که خلقی ملی تاجیکی ما است. بله. رسانده باشیم. بله رسانده باشیم تا آگاه شوند نو فرزندایی که هستند آگاه شوند که سرودهای ملی ما در حقیقت بهترین هستند. بله. خب تشکر. چگونه است؟ در کدام روحیه هستید؟ از برنامه ما چی برداشت کردید؟ چی گفتنی هستید؟ گمان میکنم که سخن دارید. بله سخن آن رو دارم که بهترین برنامه است و میخواستم که هر یک برنامه که شود به طور زنده بیاییم و به طور زنده یعنی سرود سراییم و چنین محفلای خوب باشد. تشکر با شما سپاس میگویم، به همه شما سپاس میگویم و دوستان عزیز خود شما آگاه هستید که برنامه زنده سرایی است و هنرمندان 4 سرود 5 سرود همگی به طور زنده می سرایند و ما تشکر میگویم به پرویناز، تشکر میگویم به دسته هنری که امروز در برنامه ما رو همراهی کردن، تعب شما و ما رو بولیده کردن. بیننده های عزیز فقط ما تمنای آن را میکنیم که دائم بخندید، شادی در کنارتان باشد، پیروزی و موفقیت نصیب ما و شما بگردد و همیشه دوستدار ایجاد باشد، دوستدار کلام نوین باشد، زیرا ما ملتی هستیم که از ازل ما را با ایجاد، با هنر و با فرهنگ والا میشناسند و احترام میکنند. پس ما نسل جوان باید این احترام را قائم باشیم. با شنیدن یک ترانه دیگر برنامه را حسنی انجام میبخشیم دوستان ارجمند و با شما خیر خوش میکنیم. مرحمت خواهش میکنم.
نظرم خنده تو، چهره رخشنده تو، دلبر ارزنده منم، عاشقی ارزنده تو، بخت من تویی. دلبر ارزنده منم، عاشقی ارزنده تو، بخت من تویی. خنده زیبایت، دیده شلایت، حسن دل آرایت، برده طاقتم. خنده زیبایت، دیده شلایت، حسن دل آرایت، برده طاقتم. اگر با ما شود، غم ز دلم رها شود، جان و دلم برای تو، جان و دلم فدا شود، بخت من تویی. جان و دلم برای تو، جان و دلم فدا شود، بخت من تویی. خنده زیبایت، دیده شلایت، حسن دل آرایت، برده طاقتم. خنده زیبایت، دیده شلایت، حسن دل آرایت، برده طاقتم، برده طاقتم، برده طاقتم، برده طاقتم، برده طاقتم. تشکر.